سلام دوستان عزیز. سلام دوستان عزیز، با یه ویدیو دیگه. حتما قبل از اینکه ویدیو رو ببینید لایک و ساب کنید، زنگوله رو بزنید. دوستان اومدیم امروز با یه موتور 150 کاربر تقویتی که میخوایم این موتور رو بررسی کنیم و حالا سه توضیحات بدیم. با ما همراه باشید تا آخر ویدیو. دوستان عزیز، اولین چیزی که بهتون بگم، شرکت NMS همون نیرو موتور یا پرواز الان فکر کنم موتور بزنه، نمیدونم دقیق موتور نمیدونم میزنه یا نه. این موتوری که بردیم حدود 98% لوازماش فابریکه. میخواستیم امروز تست سرعت بگیریم که تعلق داره، حالا نمیشه تست سرعت گرفت. حالا با ما همراه باشید تا ادامه ویدیو با توضیح. دوستان همونطور که گفتم باز تو میگم که لوازم این فابریکه. بعد یه چیز دیگه بهتون میگم، موتور پرواز بیشتر توضیحات بدیم و آخر میریم سراغ سرعت و حالا تست و اینا. دوستان پرواز بیشتر به درد کورس و سرعت و اینا نمیخوره، موتور پرواز قدرتی هن بیشتر. حالا الان یکی کامنت میذاره میگه که موتور من پرواز فلان تا میره و اینجوری و 40 تا موتور گرفتم و اینا. میگم بعضیاشون، نمیدونم دقیق. این موتوری که اینجا الان من دارم میگم سوار شدم قدرتی بود، سرعتی نبود که بهتون بگم. خب ماشین اومد، مجبور بودم استاپ کنم. حالا داشتم میگفتم دوستان، شتاب این موتورها اینجوریه که مثلا نمیگم که 150 نمیتونه کورس بندازه میبازه و اینا، ولی بیشتر برای قدرت. الان این موتور صفحش فکر کنم فابریکی باشه. من از صاحب این موتور پرسیدم، میگه صفحش فابریکیه، یعنی موتور مدل سال 93، یعنی از امروز تا الان صفحه فابریکیه و صفحش به خوبی کار میکنه و سرش با نیش کلاژ میاد بالا، یعنی اینقدر قدرت داره این موتور. الان میگید خب 150 میاد بالا فلانه، ببین سرعت هم داره، اونجوری نیست که بگم آره یواش میره و اینا، ولی این موتورها به درد کورس و اینا نمیخوره. این موتور فقط برای قدرت و ریغ و اینا رو فقط باید چیکار کنی؟ سبک سازیشون کنید، مثل جت براتون میره. حالا دوستان عزیز، از لاستیکا شروع کنیم. لاستیک عقب حدود 40% هم کمتره، حدود 30% دیگه باقی مونده. حالا خطر اسپورت، راهنمای اسپورت، اینا رو خودشون دستیز کردن وقتی که گرفتن، اینطوری نبوده شرکت نیرو. خب دوستان بریم برای بقیه کمک ها که فابریک گلگی رو نمیدونم، فکر کنم عوض شده باشه دقیق. بعد همه چیز موتوری داخل، همه چیز فابریکه. دوستان لاستیکای جلو 60%، ولی این صاحب موتور از بس که تمیز نکرده زنگ زده دیگه. لاستیک اسپوک و گلگیرش، میگم گلگیر، زنگ زده از زیر اسپوک زنگ زده. یه چیز دیگه بهتون بگم، باکای اینا حدود 9 لیتر ایناست چون 150 است و این کیلومتر فکر نکنم فابریکی باشه دقیق، چون کیلومترهای 150 اکثرا نوشته 160، این نوشته 120، ولی تو پر کردن سرعت راحت میره تو 100 تا و 110 تا اینا. بعد این موتور 5 دنده است، بیشتر لوازم فابریک. خب حالا دوستان من یه جا کلیدی گرفتم برای این موتور، میخوام روش ببندم. جا کلید دقیق نمیدونم تو کجاش ببندم. اینم از رخ کار، رخ نهایی. خب بده من. حالا دوستان میخوایم تست صدا رو بگیریم. ماشین میاد از 24 ساعت داره ماشین میاد بگیریم. سر دنده که نیست، یه دقیقه ببین. نه خلاص، نگاه خلاصی داره. استارت تکنولوژی. خب دوستان اگزوزش رو حالا صداش اینطوریه، توریشو زده، توری داخلشو زده، برای همینه که یکم صدا بد میده. بعد حالا میریم برای
کاربرات تقویتی فرق میکنن با کاربرات معمولی، چون داریم میگیم از اسمش معلومه تقویتی. این 2 تا سیم داره، یعنی گاز خوره این موتور وحشیه. ببین 2 تا سیم داره، موقعی که یه دونه این سیمه، یه دونه سیم پشتشه، 2 تا سیم. خب 2 تا سیم داره. ببین گاز که میدم یه دونه اینجا سکون میخوره مشکی، یه دونه همون داخلشه که چیز میکنه. بعد دیگه بهتون بگم در مورد روغن، چند هفته از عوض کردی روغن؟ حساب موتور میگه 1 ماه روغن عوض کردم و میخواد بره حالا عوض کنه اینا. دیگه بهتون بگم دوستان مدل و ایناش هم زده، سوپر 150 سی سی، سوپر 150 سی سی نوشته، پرواز سوپر 150 سی سی. دوستان جا پایه این موتور خب اینطوریه و همین جایی که میبینی اگه شما اینطوری شده، یه چی بهتون بگم، جا پایه اکثرا شاید بعضیا حالا جا پایه کم بشن و کج بشن، ولی این جا پایش کج نشده. یه مهره زیر داره، خب یه چیزی اون زیر داره که نگهدارنده جا پایه. وقتی اون کج بشه اینم میاد اینطوری به سروی جلو، وگرنه این از اینجا زاویه معلومه که حالا یه کم هم انگار کج شده، ولی این باز انگار صاف هم هست. حالا در مورد کمکیاشو بهتون بگم، کمکی فابریکیه خب، ولی خب چند سال مونده دیگه. کمکیاش بد نیستن، یکم سفته کمکیاش، ولی بازم بد نیست، خوبه. خب میرسیم به جلوش. جلو برای این که روغن میریزه این واسه پلاستیک هست. دوستان عزیز شما اگه موتورتون روغن میریزه 199% بدونید که بچهای شما تچخ میزنن، به خاطر همینه که روغن میریزه. اون 1% هم دیگه معلومه چیکار میکنن که روغن میریزه، حالا به هر دلایلی این واسه این پلاستیک است، باید عوض کنید. چیزی توش هم داره که باید عوض بشه، بعد درست میشه. بعد راجع به خنک کننده روغنش بهتون بگم، اون طرف یه چیزی داره که خنک کننده روغنه. حالا این کندنش، ولی یه خنک کننده روغن داشته. همین الان دوستان یه موتور 100 ژاپنی رد شده بغلمون. چه موتوری، صدای بی‌نظیر که داشت. خب داشتم میگفتم روغنش دقیق نمیدونم این من، ببینید اینجا روغنش خنک میشه، یا اون طرفه که یه چیز دید نشونتون دادم که قطع شده بود، یا اون طرفه خنک کننده روغن داره. بعد اکثر پروازها اینطوری نیستن، این یا شاید 99% 1% اینطوری باشن. من اینو خود این خریدار موتور، خود الان راننده موتورم نمیدونه که این کاربرات روش بوده یا خریده، خود دقیقا روش بوده یا نه، ولی میگه که من چیزی نخریدم. دقیق این که بهتون بگم بگید خریده. بعضی شاید اینطوری باشن. خود 150 ها NMS شرکت نیرو موتور که هنوزم داره موتور رو فکر کنم میزنه، موتور مدل 1403 زده، نمیدونم الان دقیق. یه مارک خوب و پر قدرت، فقط NMS برای قدرت، سرعت هم داره ولی قدرتش چیز دیگه است. از موتور 150 پرواز و اینا، از موتورهای پرواز اصلا انتظار سرعت نداشته باشید، ولی قدرت با نیش گاز میاد بالا سرش. حالا الان تعلق داره و اینا نمیتونیم کاری بکنیم که بهتون بگم حالا چطوری. ببین اگزوزم فابریکی نگر داشته آقای نگاه صاحب موتور. اگزوزم من فکر کنم باتری داره، باتری داره دیگه، اقرام روشنی یه باتری داره دقیقا معلومه دیگه اینجا مشکیه. باتریش هم فکر کنم فابریکی باشه، باز نمیشه دلش. باتریش فابریکی باشه، اینجاش هم فکر کنم کار بکنه. قفله چیه این دقیق؟ اینو بچه اگه میدونید بگید، من خودم نمیدونم این برای چیه. خب راهنم اینو چی کار میکنه. بله راهنما بوخ و نور بالا و نور پایین.
اینا همه کار میکنن. دوستان عزیز اینجا روغن میریزه. خب یه دلیلی که برای اینجاست، اینو باید عوض کنه. احتمالاً توش ضربه‌ای زدن که شکسته. بعضی موتورا من دیدم اینجاشون شکسته به خاطر ضربه‌ای که می‌خواستن پیچو باز کنن، اینجاشون شکسته و این که شکسته روغن میریزه از اینجا. بعضی موتورها اینطورین. حالا نمیدونم، حالا دقیق نمیدونم، ولی بعضی من دیدم یه موتور دیدم که شکسته بود، بعد روغن میریخت، میگفت که ضربه زدیم که پیچو باز کنیم، اینو شکوندیم. دوستان اگر نمیتونید پیچ این هرز شده، خب پیش موتورساز حرفه‌ای بزنید، قطعا میتونه. ببین اگر نتونستم دورش نرید که بخواید خودتون ضربه بزنید. این اگه بشکنه دیگه روغن میریزه، باید چسبگیری کنید و اینجور چیزا. چسبگیری هم بکنید فایده نداره، مثل روز اولش که نمیشه. پس الکی نرید ضربه بزنید. به خاطر اینکه ضربه بزنید درست بشه شاید یه مشکل بزرگتر برای موتور ایجاد کنید. برای همین میگم صاحب موتور رو تر و تمیز نگه داشته، خودش موتورش تر و تمیزه. موتور میتونی خب از نمای این ورتر بگیریم، پلاکو نمیگیرم. 150 به به قدرت آجی، قدرت رو فقط شما باید ببینید. یه سری جاهاش روغن ریخته شده که من دیدم موتور میرن کارواش و درست میشه. از صاحب موتور میگم میگه که من این کارو بکنم بازم درست نمیشه. حالا شما تو کامنت بگید چیکار کنه که این روغن ها اینجا نمیدونم معلومه یا نه، روغن داره اینجا روغن ریخته، چیکار کنه؟ یه سری میگم با مسواک بزنه، نمیدونم چی. خود صاحب موتور میگفت که من برداشتم با خشم میکشیدم، با سیمم بهش میکشیدم، میگفت که درست نمیشد. با چاقو هم میکشیدم درست نمیشد. حالا نمیدونم دیگه، اگه شما چیزی میدونید بگید به ما. بعد یه چیز دیگه، یه سری موتور نمیدونم چرا اینشون برعکس، از ما اینطوریه اونا برعکسه. یا فرقشون چه، این وری درسته یا اون وری؟ بازم تو کامنت ها بگید. از من این طرفیه ولی این وریه، نمیدونم مدلشونه اینجوریه. بوق فابریکی، بوقش حالا از سال 93 تا الان من چیکار کردم که بوقش حالا صداش عوض، بازم بوق صداش خوبه ولی صداش یکم کمه. بعد خب بریم یه نگاهی زیر موتور داشته باشیم. شماره تنه موتور رو اینجا شماره‌شو نوشته. و یه چیزی بهتون بگم دوستان، اونایی که با موتور میخورن زمین جا پایی میاد بالا، یه چیزی برای شما بگم. سعی کنید یه جوری باشه وقتی میاد بالا. ببین اینجا خب یه موتور دیدم اینجا زیرش نمیدونم میبینید برای دنده هست، برای دنده یا این شافت دنده، نگاه اینجا، این اگه بشکنه زیرش روغن میریزه و باعث میشه که حالا یا جام بکنه یا نمیدونم دندش بعد جا بره خراب بشه. حالا کلی دارم میگم بهتون که مواظب باشید. یه جوری فکر میکنید که جا پایین میاد بالا و مثلا تا اینجا میاد بالا ضربه میزنید میره پایین، ولی یه سری چیزای زیرش هم شاید بشکنه، معلوم نیست. یه چیز دیگه بهتون بگم، موقعی که ضربه میزنید به طرف بگید که یا یه ضربه بزنه یا اصلا نزنه، یا یه ضربه کامل بزنه، 2 تا ضربه تاش. ببینید که چند بار ضربه زدن باعث میشه که پیچ جاپایی در بیاد، یا شل بشه یا بشکنه. من چند تا موتور دیدم که پیچ شکسته بود، پیچ جاپاییشون شکسته بود. برای همین کلی دارم میگم بهتون. زنجیرش هم نوعه، نگاه زنجیر نو خورشیدی عقب. دوستان عزیز خورشیدی عقب 36 تایی انداخته. خورشیدی میگه از بهتریناش، ولی خورشیدی قبلش فابریکی که ما انگار حالت فولادی داشت، هرچی بهش ضربه زدیم آچاره. فرانسه کج شد، آچار چی بود؟ یا آچار بود فرانسه بود فکر کنم، کج شد ولی اون هیچ چیز نشد. دقیقا
اومدیم موتور بذاریم زر بذاریم نگاه از اینجا معلومه پیچه 9 خورشیدیش یکم حالا کثیف شده ولی خب دوستان عزیز دیگه داریم به آخر ویدیو نزدیک میشیم حالا یه دور بزنیم و دوستان عزیز اینش مونده خب دوستان عزیز الان میریم برای چیز دیگه از جلو بگید شاید صدای من نشنوید حالا بریم یه دور بزنیم